اگر با دیدن حالات مسلمانان غزه من و شما دردمند نشویم، چه وقت دردمند میشویم عزیزان من؟ اگر در این وقت من و شما زاری و تضرع نکنیم، چه وقت من و شما تضرع و زاری میکنیم؟ در سیرت گذشتگان وقتی ما و شما مطالعه میکنیم میبینیم که آنها بیشتر در یک همچنین حالتی تضرع و زاری میکردن، دقیقاً در حالتی که من و شما الان گرفتار آمده ایم. در جنگ بدر حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم عریش زده شد. چیزی مانند خیمه واری بود، کوچک. از یک طرف مشرکین بیش از 1000 نفر بودند و از طرف دیگر مسلمانان فقط 313 نفر بودند. حالت بسیار خطرناک بود، پریشان کننده بود حالت. رسول الله تقاضا کردن برایشان عریش زده شود، یک چیزی مانند خیمه واری. به تنهایی داخل خیمه شدند، در حالی که چپن یا پتویی بر بالای شانه‌هایش بود. دستهایش را بلند کرد. حضرت عمر میگوید من نگاه میکردم که دستهایش را بلند کرده بود و میگفت یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. دیدم بسیار وقت امیر میگفت. بعد گفت رباه، اینها قریشن که آمدند با غرور و با تکبر آمدند. پروردگار اینها میخواهند با رسولت و با پیامبرت بجنگند، با اولیاء الله تن میخواهند بجنگند پروردگارا. بعد فرمودن اللهم ان تهلك هذه العصابه، پروردگارا اگر این گروه کوچک را امروز در این میدان هلاک کنید، فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، بعد از امروز دیگه عبادت نخواهید شد پروردگارا اگر امروز اینا را هلاک کنید. ابوبکر رضی الله عنه این وضعیت رسول الله را دید، چنان رسول الله با زاری، محمد رسول الله خاتم الانبیاء، کسی که بر او قرآن نازل شده بود، او چنان زاری میکند، چنان تضرع میکند که حضرت عمر میگوید ابوبکر ترسید، بر جان رسول الله ترسید. رفت گفت یا رسول الله کفایت میکند، والله الله به تو خواهد داد آنچه را که به تو وعده داده است. یا رسول الله کفایت میکند. سبحان الله، پتوی رسول الله را برداشت یا چپن رسول الله را برداشت و بر شانهای رسول الله کرد. بله عزیزان من، این مثال از تضرع و زاری آنها بود که گاهی در سلف گذشتگان و نیکان و صالحین چنان گریه میکردند که صدای گریه هایشان از دور دور شنیده میشد. صحبتم در مورد نفس دعا نیست، بلکه صحبتم در مورد تضرع و زاری است که باید در دعا شود. لیث بن سعد میگوید، یکی از فقهای مشهور است، میگوید در موسم حج بودم، به خاطر حج رفته بودم، تصمیم گرفتم که به غار حرا بروم. در مسیر راهی که به طرف غار بالا میرفتم، یک کسی را دیدم، یک نفر را دیدم که نشسته است و دعا میکند. رفتم در کنارش، البته قسمی در کنارش و در پهلویش قرار گرفتم بدون اینکه او متوجه شود که من در پشت سر او هستم. دیدم که او دستهایش را بلند کرده است و میگوید یا رحیم یا رحیم یا رحیم. ایرا بسیار وقت طولانی همینطور گفتن. بعد گفتن یا الله یا الله یا الله، بسیار وقتی را گفتن. بعد گفتن یا کریم یا کریم یا کریم، بسیار وقت ای را هم گفتن، ولی تا الان چیزی از الله نخواسته بود. بعد دیدم که در پایان گفتن اللهم اینی جائع، پروردگار من گشنه هستم، فاطعمنی، مرا طعام بده. اللهم اینی عار فاکسونی، پروردگار من برهنه هستم، مرا بپوشان. فقط همین را گفت و دیگه سکوت کرد. لیث بن سعد میگوید من خواستم مسیر راه را ادامه بدم و بلند شدم. یک بار ناگهان نگاه کردم به سوی این نفر، دیدم که لباس نو بر تنش هست و سبد پر از انگور در پهلویش و در کنارش مانده بود، در حالی که در آن روز در مکه معظمه هیچ انگور نبود، موسم انگور نبود اصلا. ما گفتم والله هذا رزق من الله، الله اکبر، هذا رزق من الله. او هم خنده کرد
و شروع کرد به خوردن. ما گفتم اجازه هست که همراهتان بخورم؟ گفت بفرمایین، این رزق از جانب الله است. ما هم شروع کردم به خوردن این انگور. والله طعم و شیرینی این انگور را تا آن روز در عمرم ندیده بودم مانند طعم و شیرینی آن انگور. سبحان الله. بله عزیزان من، کسانی که به قدرت های رب العالمین باور ندارن فکر میکنن که این قصه ها خرافاتند. اینها فکر میکنن که این قصه ها خرافاتند. اما انسان مؤمن میداند که ان الله على كل شيء قدیر. ان الله على كل شيء قدیر. امام اصمعی رحمه الله میگوید در موسم حج بودم، دیدم که یک پیرزالی آمد داخل مسجد الحرام شد، بسیار گریه میکرد و زاری میکرد. کسی پرسان کرد چه شده است؟ گفتن که زمینم را غصب کردن. و بعد دستهایش را بلند کرد و شروع کرد به دعا کردن. گفت پروردگارا، الها که با او الهی دیگری نیست که از او امیدوار باشیم. پروردگار که بدون واسطه خوانده می شود، بدون واسطه صدای ما را می شنود. صدا زد و گفت ربا، حقم را می خواهم، حق مرا بگیر. امام اصمعی رحمه الله می فرمایند والله هنوز صبح نشده بود، به محض اینکه نزدیکای صبح بود که صدا زده شد در مسجد الحرام. نام این زن را گرفتن که فلان قاضی فلان زن را میخواهد و میگوید که بیاید که من حقش را به او بدهم. سبحان الله. تبارک الله احسن الخالقین. امن یجیب المضطر اذا دعاه. در تاریخ المنتظم آمده است که عابدی در بنی اسرائیل چند روزی با زن و اولادهایش بسیار گشنه بودند، هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. زنش برایش میگوید مرد برو کاری بکن و الا از گشنگی هلاک میشویم. میگوید برآمدم، رفتم با همراه مزدورکاران ایستاد شدم تا کسی مرا برای مزدورکاری ببرد. اما نزدیکای دیگر بود، هیچ کسی مرا نبرد. تمام کسایی که اوجا ایستاد بودن و را بردن برای کار کردن، برای مزدورکاری، اما مرا نبردن. با خود فکر کردم الان چه کار بکنم؟ برگردم پیش زن و اولادهای گشنه خودم، چه کنم؟ رفتم کنار دریا، وضو گرفتم، لحظاتی را مصروف رکوع و سجده شدم و دعا کردم. پس آمدم به خانه، همه منتظر بودن. چه شد؟ خوراک، ما خوراک میخواهیم. ما گفتم که پیش استازم رفتم کار کردم. مرا گفت که مزدت را فردا میدهم. فردا باز برآمدم، با همراه مزدورکاران ایستاد شدم. دیدم که همه را بردن برای مزدورکاری و مرا نبردن به هر حال. تا اینکه با خود فکر کردم که بله، الان که مرا کسی برای کار نبرد، میروم برای رب العالمین کار میکنم. رفتم کنار دریا، وضو گرفتم و انجام مصروف سجده و رکوع شدم و مقداری دعا کردم. برگشتم به خانه. باز همه منتظر بودن و خوشحال از آمدن من، در حالی که هیچ چیزی در دست من نبود. زنم صدا زد اولادایت هلاک میشوند، چرا چیزی امروز نیاوردید؟ عرض کردم که استازم وعده داده است که تمام مزدت را یک جای جمع کرده به شما میتم. شاید روز دیگه مزد مرا بتد، امیدوار هستم. روز بعد رفتم با همراه مزدورکاران ایستاد شدم، همه را بردن به کار، مرا کسی نبرد به کار. رفتم کنار دریا و باز وضو گرفتم و لحظاتی را به نیایش پرداختم و به نماز. حیران شدم الان برگردم به خانه یا بر نگردم. اما با خود فکر کردم جایی ندارم، باید برگردم پیش اولادهای گشنه ام. نزدیکای خانه که رسیدم دیدم که در خانه خنده است و بازی است و بچه‌ام بازی میکنند و خنده است و خوشحالی است. رفتم نزدیک دروازه را زدم، دیدم که زنم برآمد دروازه را باز کرد، در حالی که آستین‌ها را بالا زده بود و کار میکرد. مرا گفت که چشمانت خنک باد، امروز نماینده استازت آمده بود و به ما گفت که سلام بگویین برای فلانی را از طرف ما سلام بگویین و برایش بگویین که ما کارت را دیدیم. این رأینا عمله، ما کار او را دیدیم. این است گوشت، دنبه و مقدار غذای زیاد آورده بود، گفت این را بگیرد، این مزد کاری اوست. این رأینا عمله، ما کاری او را دیدیم. فاعجبنا، ما خوشمان آمده از کاری او.
ولو زادنا في عمله لزدنا في اجرته. اگر کار را بیشتر میکرد ما بیشتر اجرت میدادیم. اگر کار را بیشتر میکرد ما بیشتر اجرت میدادیم. سلام را برش بگویین و خودش رفت. امروز نماینده استادت آمده بود، استادی که با او 3 روز کار کردید. سبحان الله. بله عزیزان من، بناهن کسی که با الله کار میکند، کسی که به خاطر الله کار میکند، کسی که با الله معامله میکند، والله الله ناکام و نامرادش نمیکند. این وعده رب العالمین است. اما عزیزان من، موانعی وجود دارد. چرا این دعاها پذیرفته نمی شود؟ موانعی وجود دارد. شاید سوال بکنید چرا چشمان من خشک شده است و اشک نمی ریزاند؟ چرا این قلبها سخت شدند؟ شاید این سوال را داشته باشین. عزیزان من، موانعی از اجابت وجود دارد و هفته‌های گذشته هم اشاراتی داشتم. لقمه حرام، اولین چیزی که علما تأکید دارند بر آن، لقمه حرام سبب محرومیت تضرع و زاری می شود. لقمه حرام سبب محرومیت از گریه می شود. قلب سخت می شود. الله نجات بدهد. لقمه ای که حتی در آن شبهه باشد این قلب سخت می شود. و دومین چیزی که سبب محرومیت از گریه می شود و علما نوشته کردن، این که صله رحمی را زیر پا بکنید. صله رحمی علما به صراحت تمام نوشته کردن و بسیار با تأکید، وقتی که در زندگی انسان قطع صله رحمی آمد، پیش روی اشکها گرفته می شود، قلب سخت می شود. ببینین آیا صله رحمی را به جای آوردین؟ بسیاری میگوید ما نسبت به هیچ کسی مشکل نداریم، اما با کاکایش گپ نمیزند، با بچه کاکایش، با بچه عمویش، با بسیاری از اقوامش رفت آمد ندارد. ما با خوبی و بدی کسی میگوید ما کار ندارم. تو چطور مسلمان هستید که به خوبی و بدی کسی کار ندارید؟ عزیز من، تو باید صله رحمی را به جای بیاورید. من گاهی اوقات به این باور هستم وقتی الله توفیق دعا را میدهد، مطمئن باشین که الله اجابت هم میکند.